اگر تو همی کار دیده باشی با چشمی سر تناستی، در پیش قاضی گفته نمیتونی که اینطور کار کرده. در قاضی طور میگی ای هر دو انسان ها را ما چیسته نامناسب دیده، کلمات کنایی بگو، لفظ صریح زنا را استعمال نکو که قاضی یارا تعذیر کنه. اونمو جزایی که مناسب حالشان است امو را برش بده. لیکن صریح زنا را تو نمیتونی گفته که نصابت کم باشه 4 شاهد نداشته باشی. 4 شاهد باید تیر شد. اگر 4 شاهد شریعت وضع نمیکرد، هر کس در زن خود قارش می آمد آسان به خاطر از اینکه حالی چی کنه؟ زود از خود دور کنه. چی میگه؟ این زنا کرده، خلاص. خوشوی قطع سنو بعد چی میشد؟ زد میشد، دستی میگفت که خوشوی زنا کرده. این معاملات در سرحد میرسید که هر کس دیگه تاپی تهمت در کس زده میرفت. اسلام اینقدر پابندی کرد که کسی نسبت زنا را به کسی میکنه بعد نصابش پوره باشه. از نصاب کم باشی حد قذف زده میشی. چطور تو یک زن پاک دامنه این نسبت میکنی؟ این حد قذف میگه. امی قسم قذف که در زن، این امی قسم به مرد، اگر مرد متهم با زنا کردیم حد قذف میشی. لیکن چون که غالبا این نسبت ها و تهمت ها به زنا میشه، از او خاطر کلمه محسنات ذکر کرده. از او خاطر بعضی مفسرین میگه مراد از محسنات انفس محسنات است. نفس محسن شامل مرد و زن است. هر کسی که کسی پاک دامن تهمت نکنه، 4 شاهد ده زنای از اون نداره، حد قذف زده میشه. محسن اینجا کی را میگه؟ یکی در باب زناست، یکی در باب تهمت است. در باب زنا کسی آزاد باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، مسلمان باشه و توی شده باشه، او را محسن میگه. یکی در باب تهمت است. در باب تهمت آزاد، عاقل، مسلمان، خود پاک دامن باشه، پیش از پیشش گناه ها مثلا زنای گپا صورت نگرفته باشه. چرا؟ اگر کنیز باشه، اگر او آدم در سابق پاک دامن نیسته، اگر نیکی خورد است، این نسبت کردی، سری تو حد قذف جاری نمیشه. باز شرط است که کسی که تهمت زده میشه این شرطا داشته باشه. 80 دوره چی شد؟ حد قذف شد. یعنی کسی که نسبت دروغ به کسی میکنه از زنا، مطلق دروغانه تنها زنا را، در مسئله زنا یا چی میشه. البته اگر کسی را متهم کردی به دزدی، کسی را متهم کردی به کارهای دیگه، در اون صورت جزای تعزیری است که حواله به حاکم وقت، به قاضی وقت است، آنچه که مناسب میبینه سرش جاری میکنه. خب اینجا 3 جزا را الله ذکر کرد. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء. کسی که تهمت میلگانه به زناکاری زنان پاک دامنه یا مردای پاک دامنه، بعد از او آوردن نمیتونه به 4 شاهد، فجلدوهم، بزنی شما مطابق فیصله الله تعالی، دوره بزنی 80 جلدتن، 70 دوره، ولا تقبلوا لهم شهادتا. جلد یک حکم شد، قبول نکنه شهادتش همیشه 2. اولئک هم الفاسقون، یا فاسق است 3. الا الذين تابوا، استثناء آمده. کل علماء اتفاق داره که تعلق به اول حکم نداره که فجلدوهم. اگر یک آدم توبه میکنه لیکن تهمت لگانده به کسی به زنا، این دوره زده میشه. اگر توبه بکنه دوره زدنش معاف نمیشه. خب البته دوره زدن وقتی میشه که همون آدمی که سرش تهمت شده و بخیزه قیام کنه و عریضه کنه که این مرا تهمت کرده، چرا حق خودش است، باید آبروش برآورده شود، آبروش ریختانده نشود. زمانی که او خیست مطالبه کرد، یا آدم اگر توبه بکنه این حد از پیش ساقط نمیشه، 80 دوره زده میشه. آخری حکم که و اولئک هم الفاسقون است، کل علماء اتفاق داره که بله کسی که توبه بکنه او دیگه از فسق برآمد، آلی او را فاسق نمیگی، خلاص شد. اما حکم مابینی که ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، علما اختلاف داره. یک تعداد علما میگه متعلق از این نمیشه، اگر یک کسی توبه بکنه خود را آینده شهادتش قابل قبول نیست ولو که توبه کرده باشه. امام ابو حنیفه رحمه الله امین نظریش است. اما جمهور علما قائل به است که نه، این نمی استثناء الا الذين تابوا متعلق 2 حکم است، یکی فاسقون، یکی ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. آینده اگر توبه کرده این مردکه شهادتش بعد از این چی میشه؟ قبول میشه. اگر توبه کرد مثل که فاسق برش گفته نمیتونی، همین قسم شهادتش هم قابل قبول است. والذین یرمون ازواجهم، آلی مسئله کی تو آمد؟
وقتی که حکم پیغمبر علیه السلام میخوان، سعد ابن عباده در یک روایت سعد ابن معاذ رضی الله عنه که رئیس انصار بود، و پیغمبر علیه السلام میگه که یا رسول الله، الله همینطور میگه اگر یک انسان سری زن خود یک کسی را گیر کنه نعوذ بالله و خودش تناسته، آلی او را بگذاره چارهش نکنه، بره و 3 نفر دیگه را پیدا کنه، ها؟ پیغمبر علیه السلام گفت اینمی حکم الله متعال است. پیغمبر روی طرف انصار گشتن که کلانتان چی میگه؟ و گفتن یا رسول الله گناه از این نیست، به خاطر که بسیار شخص غیرتی است، غیرتناک است در این موضوع، از او خاطر طور میگه. منظوری پیغمبر علیه السلام می بود که حکم الله تسلیم شو، پشتی چوبک زدن نگرد که اینطور نشو اینطور نشو، بس حکم الله است خلاص. چند روز نبر آمده بود که در قبیله انصار گپا پیدا شد. هلال ابن امیه رضی الله عنه زن خدا همراه شریک ابن سحما یک کسی چی کرد؟ یافت، رفته بود طرف زمینداری خود آب زدن، پس آمد گفتن که همراه از اوسته، گپایش شنید، حالتش دید و بعد از او آمد پیش پیغمبر علیه السلام. وقتی که کلان انصار چی شد خبر شد، گفت الله اکبر، ما بودم که امی گپا می زدم، آخرام واقعا بین کی واقع شد؟ در خود انصار. یک واقعه هم نقل شده، واقعه دیگه از عویمر است، عویمر عاصم ابن عدی. وقتی آیت پیغمبر علیه السلام خوان که کسی اینی طور نسبت بکنه به 4 شاهد بیاره، عاصم ابن عدی رضی الله عنه گفت یا رسول الله یک آدم که امرای زن خود کسی را پیدا کرد دیگه او بره پشت چی شایدا بگرده؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت طور است. چند روز بعدش نبر آمده بود که چیسته زن عویمر که دختری کاکایش بود و این بچه کاکایش میشد، زن دختری کاکایش خوله نام داشت، او هم دو روایت آمده که او امرای شریک ابن سحما گیر آمده بود. پس از او عاصم ابن عدی رضی الله عنه پیش پیغمبر علیه السلام و واقعه را برش بیان کرد. هلال ابن امیه رضی الله عنه را پیغمبر علیه السلام گفت که شاهدا بیار، اگر شاهد نمیاری در پشت تو حد قذف جاری میکنم. هلال ابن امیه گفت که در اصلی خدا هم گپ واقع شده باشه گناه و هم پشت ما حد قذف بخورم. گفت الله متعال ان شاء الله پشت ما را نگاه میکنه از اینکه حد واقع شود. میگه چند دقیقه نبر آمده بود که وحی آمد و آیت آمد که والذین یرمون ازواجهم، آل لعان برآمد. کسی که زن خدا در اینطور حالت میبینه سری از یاد و این میگه که تو زنا کردی و میگه من نکردم، لعان واجب است. 4 شاهد نمیاره، چرا اگر 4 شاهد می آورد خب باز گپ خلاص بود، شوهر هم حد قذف میشد، زن تار زنام کرده بود دیگه برو بخیر، هم زن نعوذ بالله در زنا گرفتار و هم خودش چی حد قذف خورده باشه. الله متعال احساسات شوهر در مقابل زنش، غیرت ازی که در مقابلش است، حکم دیگری روان کرد که او را به نام لعان یاد میکنه، چون که امرای شوهر خو 3 نفر شاهد نیسته باید لعان بکنه. زن بیاره، اگر زن اعتراف کرد اون سنگسار میشه، اگر اعتراف نکرد باید لعان بکنه. لعان ایرا میگه اول در مرد متوجه میشه، مرد قسم یاد میکنه که به الله قسم ما در گپ خود راستگوی هستم که اینی زن اینی کار کرده. در مرتبه 5 میگه قسم یاد میکنه، نسبت لعنت به خود میکنه، اینطور میگه که اگر ای آدم در گپش چی باشه دروغگوی باشه لعنت الله سرش باشه. اینمی کلمه لعنت الله را سر خود که نسبت میکنه از خود چی را دفع کرد؟ حد قذفه. زن آورده میشه، زن 4 مرتبه شاهدی میده که شوهرم در مورد ما کاذب است، دروغگوی است. در مرتبه 5 بگویه که نسبت غضب الله را طرف خود کنه، اما زن بگه که غضب الله سری زن باشه اگر این شوهر در حقش چی باشه راستگوی باشه. زن از خود چی را رجم دفع میکنه توسط ازی. خود شما خبر داری که لعان باز چی اثراتی داره؟ خود به خودی زن و شوهر با هم چی شدن؟ طلاق شدن. دیگه یکی دیگر را قطعا به هیچ وجه گرفته مهری که پرداخته شده پس گرفته نمیشه کلش، و این معامله از یا با هم مکمل چی شد؟ از بین رفت. چرا؟ به خاطر که همون طور زن باز به درد شام نمیخوره. از همون خاطر وقتی که پیغمبر علیه السلام همین زن هلال ابن امیه را طلب کرد، به هلال ابن امیه گفت که مردکه از الله بترس، اگر دروغ میگی زمانی که 4 مرتبه قسم یاد کرده 5م پیغمبر اسلام استاد کرد چبرش گفت کسایی کو
این کلمه بسیار سخت کلمه است که یک آدم لعنت الله را سر خود چی کنه طلب بکنه. اگر دروغ میگی منصرف شو، لیکن او گفت که نه من خو حقیقت دیدم منصرف نمیشم. در زنش همینطور 4 دفعه که گفت، در پنجم که میرسید برش گفت که او زن فکر تا بگیری که غضب الله سخت است، نکو طلب سر خود. یک دفعه خب همینطور یک کمی چی کرد توقف کرد، باز گفت من خاندان خدا نمیشرمانم، شروع کرد به همین کلمات غضب دیگه. در بینشان لعان شد، اردو با هم جدا شدن. عالی در اینجا اگر هر کدامشان اعراض بکنه یعنی پسکشی بکنه، امی کلمات نگویا، لعان نکنن، دیگه امو مجرم شناخته میشه. اگر شوهر لعان نکنه حد قذف سرش جاری میشه، اگر زن قسم نکنه لعان نکنه چی میشه؟ سنگسار میشه. عالی الله امی حکم بیان کرد که به مردا شوهرها اگر نعوذ بالله زنای خود داری حالت گیر کنه. والذین یرمون ازواجهم، کسانی که تهمت میزنن سیاسرای خدا، ولم یکن لهم شهدا، در حالی که برشان نیست شهیدا، 4 شاهد پورا کردن نمیتونه، الا انفسهم، بغیر از نفسای خودشان. فشهادت احدهم، شاهدی دادن یکی از یا 4 شهادات، 4 شاهدی است. بالله ایتور شاهدی میده، بالله قسم بالله انه لمن الصادقین، شوهر میگه که بالله قسم که ای از جمله راستگوی است. 4 مرتبه بالله انه لمن الصادقین باید بگوید. در این مورد اختلاف علماست که شهادت است یا قسم است، یا قسم مؤکد به شهادت یا شهادت مؤکد به قسم است. قول راجح است که این قسم است مؤکد به شهادت شده و همین قول راجح هم است. والخامسه، 5 مرتبه، ان لعنت الله، میگوید که لعنت الله علیه بالایش باشه امی شوهر، ان کان من الکاذبین، اگر دروغ گوی باشه، و یدرأ عنها العذاب، او خو حد قذف از خود دفع کرد، و یدرأ دفع میکنه عنها از نفس خود امی زن العذاب سنگساره، توسط چی دفع میکنه؟ ان تشهد، که شاهدی بده، 4 شهادات، 4 شاهدی، بالله، به نام الله. این مراد از شاهدی نیست، قسم است، قسم به الله بخوره، انه لمن الکاذبین، 4 مرتبه ای را بگوید که همی شوهرم ده حق ما دروغ گفته. والخامسه، 5 مرتبه میگه که ان غضب الله، اینجا از لعنت عدول کرد به سوی چی؟ غضب. غضب سخت است از لعنت کرده. بعضی زن از لعنت تو قدر زیاد نفرت نداره چون که در زبانش همیشه 6 تا. بعضی زن همیشه بد دعا که میکنه دو دشنا میده چی میگه؟ این لعنتی الله سری تو شوه، اینطوری میگه، از لعنت تو قدر نمیترسه. از خاطر غضب الله را گفت ان کان من الصادقین، اگر باشه از راستگوی، شوهرم ده حق ما اگر راستگوی باشه نسبت غضب سری خود میکنه. ولولا فضل الله علیکم، اگر نمی بود احسان الله بالای شما، و رحمت الله متعال، خب و ان الله، یعنی اگر نمی بود احسان الله و رحمت الله، خامخا شما مبتلا کرده می شده در سختی ها و تکلیف ها. الله قانون خدا روان کرد، شما را نجات داد. اینه پس فضل الله روان کردن چیست؟ به توسط از فواحش خدا دفع کردن نمیتونه. الله است که ذکر حکم خدا کرد، شما خدا نگاه میکنی از واقع شدن فواحش. رحمت الله بیان کردن حکم الله است. و ان الله تواب حکیم، یقینا الله متعال تواب، بار توبه قبول کننده، حکیم حکمت والاست. هر کارش مصلحت داره، این احکام مصلحت عظیم داره، جامعه را از فساد چی میکنه؟ نگاه میکنه. ان الذين جاءوا بالافك، یقینا کسانی که آمدن کرده به تهمت بزرگ، به دروغ بزرگ، عصبه منکم، گروه کوچک است از شما، لا تحسبوه، شما چی گمان نکنی، هو امی تهمتی از یاره شر لکم، که بد باشه برای شما، اگرچه در ظاهر خو خیلی سخنی چیست؟ غم انگیز است، سخت است، بل هو خیر لکم، بلکه بهتر است برای شما، به خاطر که ثوابای در مقابل تهمت ها ثوابای زیاد میاد، درجه بلند میشه، پاک دامنی به نسل سری از خاندان میشه، آینده مومنات دیگه خودداری میکنه، بسیار حکمت ها دیش است. بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم، برای هر کدام از اشخاص شما، مکتسب، آن چیزی که کسب کرده، من الاسم، از اسم است، والذی تولا کبره، شخصی که به ذمه گرفته یا فرا گرفته کبره، دروغ بزرگیشه، اسی بزرگیشه، منهم از زمین تهمتگرا، له برایش عذاب عظیم، عذاب بزرگ است، که عبدالله ابن ابی منافق است.
بعد از این حکم الله واقعی افک عایشه رضی الله عنها را بیان میکنه. پیغمبر علیه السلام در زندگی دعوتی خود انواع مشاکل و مصیبت ها را متحمل شده. کتابای سیرت پیغمبر علیه السلام حالات پیغمبر را بازگو میکنه برایتان که چقدر سختی ها و تکالیف رسول الله صلی الله علیه وسلم در راه جهاد و مبارزه و دعوت متحمل شده. اما بعد از جنگا، بعد از او تکلیفا، سختترین تکلیف و اذیت که به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیده واقع افکی کی است؟ عایشه. کسانی که به عایشه صدیقه مادر مؤمنه تهمت لگانده، این دل رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت رنجانده. نه تنها دل پیغمبر بلکه دل کل امت صحابه کرام رنجانده. دشمنای دین همیشه زمانی که توان مقابله و مقاومت به طریق رویارویی نداشته باشه، باز از راههای چیسته بزدلانه کار میگیره. این قانون است. هر دشمنی تو که بزدل است، تاب مقاومت روبروی به تو نداره، او راههای دیگری را تلاش میکنه که چیسته نعوذ بالله تو را لنگین و داغدار بسازه. منافقین نمیتونستن مقابله با پیغمبر بکنه. روز به روز فتوحات اسلام، گروه گروه مردم در دین داخل شدن، پیشرفت و ترقی نظام اسلام و همچنان حیثیت و مقام پیغمبر علیه السلام بالا شدن، محبت یزید در قلب مردم جا گرفتن، آتشی بود که در قلب عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق چی در گرفته بود. روز به روز را به سوختان. از همون خاطر تلاش داشت چی راهی را در پیش بگیره که پیغمبر اذیت بده، نعوذ بالله. اینی موقع که در جنگ بنی المصطلق در سال 6 هجری که را غزوه بنی المصطلق میگه و مریسی عنبرش میگه، موضوع تهمت بالای عایشه رضی الله عنها را در راه انداخت که این آزار و اذیت خیلی زیاد به پیغمبر شد. اما اگرچه در ظاهر تکالیف و مشقت زیادی برای صحابه کرام و پیغمبر علیه السلام آمده، اما این واقعه در ضمن خود بسیار نکات ارزنده خیر بود. از او خاطر الله متعال تعبیر به یک کلمه جامع کرده که بل هو خیر. شما این را شر ندانه بلکه خیر است. بس اوقات یک امر به نسبت یک حال انسان بسیار شر معلوم میشه، لیکن میبینی که چی هسته در او خیلی خیر میباشه. از او خاطر یکی از واقعاتی که در ظاهر شر و در حقیقت خیر است، واقعه افک عایشه صدیقه رضی الله عنها است. در اینجا خیریت به اعتبار خیلی زیاد است. چرا؟ تنها یک خیر که اعلان پاکدامنی عایشه صدیقه رضی الله عنها از طرف الله متعال توسط آیات قرآنی که تا روز قیامت خوانده میشه، امی افتخار به عایشه رضی الله عنها بس است. یعنی تلافی تمام تکالیف کرده میتونه. چرا که آینده اگر در شان ازواج مطهرات پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی همینطور گستاخی بکنه، الله متعال سنگ در دهن همچو مردم کرده. او تعجب خود دریج است که دشمنای پیغمبر علیه السلام مشرکین مکه انواع مقابلات به امر پیغمبر کرد. مجنون، ساحر، شاعر، دیوانه، مفتری، صابی، کلش گفت. در جنگام برآمدن امرای پیغمبر جنگام کردن، اما در طول تاریخ امی قسم نکته را در مقابل پیغمبر نگفتن که گفته باشه پیغمبر نعوذ بالله زناکار، یا به زنایش گفته باشه که زناکار. مشرکین مکه کار نکرده، اما دشمن زبون بزدل منافق و از اینمی شیوه کار گرفتن. شما یاد داشته باشی دعوتگرای حق زمانی که خوب پیروز میشه، دشمنای دینشان وار آرام نمیمانه. از همون خاطر نسبتای غلط و بی اساس دوا کرده رویسته. مردم خود تحقیق نمیکنه، پشت آوازه ها میگرده. یک مثال براتان میگم که در ذهنتان بشینه. در حق ما زیاد سر و صدایی شده که مولوی صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله را دودش نام زده و ما اعلان میکنم، چلنج میدم که در کل برنامه های ما در هر جای در یک مجلس سر ما کسی ثابت بکنه که دشنام امام ابو حنیفه رحمه الله را خب بگذار، ادناترین توهین و تحقیر ما در شان کی کرده باشم؟ امام ابو حنیفه رحمه الله کرده باشم. کسی ثبوت بده، لیکن افواهات تاثیر خود داره، ضرر و ضربه خیلی زیاده در حرکت و دعوت میرسانه.
به صدها و هزارها نفر به شنیدن همین کلمه حتی به درس حاضر نمیشه. چقدر ضربه قوی است در راه دعوت. دشمنای زبون همیشه این تلاشا را داره که حرکت وقتی در سرعت و پیشرفت باشه چی بکنه که یک نوع تعطل و یک نوع استراب و پریشانی در حرکت پیدا شوه و مردم یک کمی نعوذ بالله سریع داخل نشوه. این گپا در هر زمان است. از او خاطر قرآن کریم برای ما یک درسای عظیم در آینده در پیش روی ما داره. اما شرط است که انسان از مواضع تهمت خدا باید نگاه بکنه، کلمات صریح داشته باشه، هر گپی که واقعیت داره او را برملا کنه، پنهان نکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.